سلام دوستان، با کانال نکاتو خوش آمدید. دنیای بازی‌های کامپیوتری طی 10 ساله اخیر خیلی پیشرفت کرده است و جالب‌تر و دیدنی‌تر شده است. بازی کردن و گیمر شدن عین زمان یک کسب و یک هنر شده است و در دنیای بازی‌های کامپیوتری بازیگرانی ماهر هستند که در این کار ستاره به حساب می‌آیند. اما بعضا همین گیمرهایی که لایو استریمی زیاد دارند و در مسابقه‌های گوناگون شرکت می‌کنند در وقت چیت زدن به چنگ افتادند و به آبرو می‌شوند. امروز در این ویدیو چند نفر از این گیمرهایی را که در وقت چیت زدن به چنگ افتادند به شما نشان می‌دهیم. тамошобиёни гиромӣ, агар шумо варзиши сарфаҳм равед, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебаред, балки дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда даромада регистратсия кунед. дар вақти регистратсия пурра гузаред ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медоред истифода мебаред. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда шудагед. میس کیو جیمینی چیت کردن در بازی‌های کامپیوتری زیاد دیده نمی‌شود، اما این کاری که میس کیو جیمینی کرد باید او را به زندان پرتایند. میس کیو جیمینی یک گیمری موفق است که با بازی خودش می‌فخرد، اما در بین استریمش سیرش فاش می‌شود و شرمنده می‌شود. باز در این حال طوری رفتار می‌کند که گویا یک کاری عادی بوده است. او در بازی کامپیوتری کانتر استریک گلوبال آفنسیو بازی می‌کند که خیلی بازی معروف است. او در اولی بازیش در استریمش گفت که بعضی‌ها به من میگویند در وقت بازی چیت می‌کنم، اما آنها خطا میکنند و به خاطر اینکه من دختر هستم از آنها بهتر بازی میکنم با من حسد میبرند. You know what's really sad? That sometimes, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating. اما چند لحظه بعد در وقت بازی روی اکرانش یک برنامه پیدا می شود که برای چیت کردن است و او این برنامه را فعال می کند. میس کیو جیمینی فراموش کرده است که آن استریمش پخش مستقیم است و بیننده ها چیت کردنش را می بینند. نام آن برنامه وال هک است که با واسطه آن دشمنان از پشت دیوار معلوم می شوند و کشتن آنها آسان تر است. در حقیقت چیت کردن در وقت بازی نامردی حساب می شود، اما میس کیو جیمینی با وجود چیت کردنش در این بازی برد نکرد. پس از چند دقیقه میفهمد که همه بیننده ها چیت زدنش را دیدند و زود خودش را سفید کردنی شده. میگوید که کامپیوترش را به یک دوستش قرض داده بود و نمیدانست که این برنامه چیت زدن را در کامپیوترش پرتافته است. Yo, you guys, do you guys ever get that weird glitch in CS:GO where it shows your rank, that it shows everyone's rank? Clara, give me 1 second. Clara, let me just message this girl. Give me 1 second. Why the fuck is this on my computer right now? She promised me she didn't use it on my PC. I'm fucking dumb. She was here today and I was watching her. Why the fuck? Okay. او بیننده هایش را احمق خیال کرده بود و چند وقت بعد حسابی بازیش به خاطر چیت کردنش محکم شد و بدتر صحیفه او نیز ناپدید گشت. شاید از کردهش خیلی پشیمان است و دیگر نتواند به دنیای بازی‌های کامپیوتری برگردد. فورساکن با فکرم هیچ یک از پلیرهای بازی کانتر استرایک به مثل فورساکن شرمنده نشده باشند. فورساکن در وقت بازی زول آزیا اکستریم لند در سال 2018 برای دسته اپتیک ایندیا بازی میکرد. برای برندگان این مسابقات $100,000 جایزه پیش بینی شده بود و دسته اپتیک ایندیا هم به خوبی پیش میرفت. اما در رفت مسابقه بازیگری دسته حریف از فورساکن شکایت کرده، گفت که اون ناحق بازی کرده ایستاده است. مسئولان مسابقه هم با بالای سر کامپیوترش برای تفتیش رفتند تا در مسابقه مشکلی پیش نیاید. فورساکن اول به آنها اجازه کافتن را نداد و نمیگذاشت که کامپیوترش را تفتیش کنند، اما در نهایت کامپیوترش تفتیش شد و میدانید در آن چی افتاد؟ بله، برنامه چیت. عجایبش این است که وقتی مسئولان کارش را فهمیدند و می‌خواستند که مستقیم کامپیوترش را بسنجند، او دستی آنها را زده کوشش می‌کرد که چیت را تازه کند، اما موفق نشد. چیتی که فورساکن استفاده می‌برد ایمباد نام داشت که به بازیگر کمک می‌کند که به آسانی دشمن را پراندن نابود کند. بعد این حادثه دسته اپتیک ایندیا فورساکن را از دسته پیش کرده و مدت 5 سال از بازی‌های مسابقه‌های الکترونیکی محروم کرد. خلاصه به خاطر این خکر و کاری کردهش دسته اپتیک ایندیا پراکنده شده از بین رفت.
ازوبو فروست لیگ آف لگند هر ماه 100 میلیون پلیر دارد که یکی از کلانترین بازی‌های مولتی پلیری آنلاین است. آنهایی که نمی‌دانند که این چگونه بازی است توجه کنند. در این بازی دو گروه در یک نقشه قرار می‌گیرند و هر کدام این گروه‌ها باید نیم این نقشه را از خود کرده با راه‌های گوناگون از قلمرو خود محافظت کنند. سال 2012 در جریان فصل دومی بازی‌های قهرمانی جهان دسته ازوبو فروست کاری کردند که سبب شد نامشان در تاریخ ثبت شود. این دسته در برابر دسته سولومود قرار داشت و مسابقه با سبب‌های تکنیکی چند مراتبه منع شد. گپ در آن که در وقت منع شدن بازی دسته ازوبو فروست پنهانی به مانیتور کلانی که بازی را به مردم نشان میداد نگاه می‌کردند تا از درجه فعالیت دسته رقیب باخبر شوند. این سبب شد که آنها از نقشه‌های دسته رقیب باخبر شوند و توانستند که در برابرشان مقاومت کرده پیروز شوند. کاپیتان این دسته همان مردی است که چند بار به مانیتور نگاه کرد و آنچه را که میدید به دیگر اعضایان گروه خبر میداد. این کاری آنها به مانند چیت کردن است و به همین خاطر مسئولان بازی دسته ازوبو فروست را جریمه کردند و 20% برد آنها را گرفتند. به این خاطر دسته ازوبو فروست 30 میلیون دلار را از دست دادند تا برای آنها درس عبرت شود که چیت کردن کار خوب نیست، مخصوصا وقتی که تحت نظارت چند کامera قرار دارند. فیز جارویس. تمام طرفداران بازی فورتنایت نام جارویس را شنیدند، اما فقط به خاطر بازیگر خوب بودنش نیست که همه او را میشناسند، بلکه سبب‌های دیگر هم دارد. این گیمر بریتانیایی وقتی سال 2019 با دسته بازی فیز همراه شد خیلی معروف شد. جارویس از سال 2019 تمام ویدیوهای بازیش را در یوتیوب پهن میکرد و تا میلیون پرسماتر میگرفت. همه چیز به خوبی پیش میرفت که جارویس یک بار تصمیم گرفت یک کاری احمقانه کند. او یک ویدیو پهن کرد که خودش گفت که در آن از چی استفاده کرده است و این سخنش حقیقت داشت. Because I've got the hack open and stuff, it's making my Streamlabs like lag, so I can't do that. You won't be able to see on the recording that I've got the mod, but just so you guys know I do. This is what happens. Look, aimbot FOV, aimbot FOV. Like, I don't know what half this stuff means, but it's actually about to be lit. We're about to pop off. See you. Mate, how's it not hitting anyone? What? I got aimbot. Look at this. Look at this. اما این کاری او به سازنده بازی فورتنایت یعنی اپیک گیمز پسند نیامد و خواستند که او را درس عبرت دیگر چیت کننده ها کنند. اپیک گیمز زود حساب پولی جارویس را محکم کرد و او دیگر از این حساب استفاده کردن نتوانست، اما جزای او هنوز ادامه داشت. اپیک گیمز اعلام کرد که جارویس دیگر در یگان مسابقه فورتنایت اشتراک کردن نمیتواند و فورتنایت را با پررگی باید فراموش کند. یعنی زندگی اینترنتی جارویس در بازی فورتنایت به پایان رسید. اما او نمیخواست که همه چیز را به آسانی از دست دهد و برای بخشش پرسی و برای آنکه اپیک گیمز دلش به حال او بسوزد یک ویدیو ثبت کرده پهن کرد. در این ویدیو جارویس با گریه میگوید که خیلی پشیمان است و حتی فکر هم نمیکرد که این مجازات سخت را در حق او روا بینند. اما این گریه ها به حالش فایده نکرد و حالا 2 سال می شود که حساب او محکم است و اجازه بازی فورتنایت را هم ندارد. Truly, like, so sorry. Epic, I know I have to take accountability for my actions, and you know I'm gonna do my best to accept any punishment that like comes my way, whatever happens. I'm not trying to find like a quick road out, but like being banned forever is just like thinking about a lifetime ban is just I just didn't I didn't expect this. میستر گولدز. بعضی از بازیگران طرز بازی میکنند که هر بیننده حیران میشود و یکی از چنین بازی ها را میستر گولدز در کال آف دیوتی وارزون دارد. میستر گولدز یکی از بازیگران شناخته این بازی بود و هر استریمی او تقریبا 2000 تماشابین داشت. او هم فخر میکرد و بازی خودش را تعریف میکرد، اما در یکی از استریم هایش در سال 2020 خطاگیری کرد که آبرویش را ریزاند. همه فهمیدند که او از چیت کردن استفاده میبرد. یک تماشابین دید که در روی صفحه بازیش برنامه انجی آنین گشوده است. انجی آنین یک برنامه است که چیتی بازی‌های گوناگون از آن جمله بازی وارزون را می‌فروشد. یکی از چیت‌هایی که این برنامه می‌فروشد و میستر گولد هم از آن استفاده می‌کرد چیتی هدفگیری بود که بازیگر به آسانی دشمن را به هدف گرفته او را نابود می‌کرد. بعد آنکه خبر پهن شد حساب توییچ میستر گولد محکم شد، چون که بر اساس قانون‌های این پلتفرم استریم کردن هر کس از چیت کردن استفاده کند دیگر از توییچ استفاده کردن نمی‌تواند. البته حساب او حالا گشوده شده است و در آنجا ویدیو می‌پرتاید، اما 5 ماه است که دیگر بیننده ها او را ندیدند. شاید شرم می‌دارد که پیش کامera براید. به عقب افتادن شروط. بازی پاپچیک عین حال خیلی معروف شده است و 2 ورسیه دارد، ورسیه تلفنی و ورسیه کامپیوتری. اگر با ورسیه کامپیوتری اون بازی کنید پس شروط رو میشناسید که یکی از مشهورترین استریمرهای این بازی است.
این بازی هم با مثل دیگر بازی‌ها از چیت ها در امان نمانده است، اما بیشتر چیت هایی که در این بازی استفاده می‌شود برای تیرپرانی است و سرعت بازیگران را زیاد می‌کند. اما حاضر من به شما یک کلیپ نشان می‌دهم که در آن از چیپ کردن استفاده کردن و استریمر کلان پابجی یعنی شروط هم در آن حضور دارد. این استریمر معروف که 9 میلیون تماشابین در تویچ دارد یک روز در وقت بازی با این چیتر روبرو شد. چیتر در ماشین نشسته به آسمان پرواز می‌کرد. آن زمان قابلیت پرواز در این بازی وجود نداشت و معلوم بود که چیت است. این کار به شروط هم معقول می‌شود و با ماشین سوار شده می‌خواهد که پرواز کند. شاید باور نکنید اما به خاطر همین کارش به مدت یک ماه تویچ او را محکم کردند تا یاد بگیرد که دیگر با چیترها بازی نکند. پابجی هم مثل فورتنایت با چیترها روی خوش نشان نمیدهد و اگر با چیترها یکجایی شود قصدش را میگیرد. شروع بیچاره هم که مدت یک ماه از درآمدش محروم شده بود از همه بخشش پرسید و گفت که میدانست که خطا کرده ایستاده است اما خیلی کنجکاو شده بود و میخواست که با ماشین پرنده سوار شود. اما حالا دیگر کسی از این کنجکاوی ها را ندارد چون که قابلیت پرواز با بازی پابجی علاوه شده است. دوستان با شما ما یک خبری بهترین داریم. خودی حاضر شرکت ازیم مارکت در همه داروهای خود 20% تخفیف اعلان کرده است و اکنون شما امکانیت دارین که دارو برای سفیدی پوست روح و پوست بدن، دارو برای فربه‌شوی و خرابشوی، برای درد موشک‌ها، برای درد معده و گرده، برای ریش و موی سربروری، روغن سیاه‌دانه، پاستا برای بقوت کردن مردانگی، برای دراز کردن مهلت همخوابگی، برای شخصانی که فرزند یافتن نمیتوانند و باز دیگر داروهای گیاهی ارگینال را با اسکیدکای 20% خریداری کنید. با نمرهای در روی اکران بوده زنگ زده داروهای درکاری خود را دسترس کنید. همچنین شما همه این داروها را از صفحه ازیم مارکت دسترس کردن میتوانید. سیلکای صفحه ازیم مارکت در اپسیون ویدیو.